ما یگان خائن نیستیم، یگان دشمن نیستیم، برای پیشرفت این وطن میخوایم خدمت کنیم. باوری کنن تمام دیگه. دلیر امام علی روز 15 ایون با عیبنامه همکاری با سازمان‌های ممنوع و دروغ پراکنی بازداشت شد. تا این روز هم به قبل خودش زیر فشار بود و بعد هر سفر به ناحیه مقامات او را به صحبت دعوت می‌کردند. بیشتری وقت در هر جایی که ما را دعوت میکنن به صحبت ها همین مسئله بررسی میشد که به این موضوع دخالت کنیم، به این موضوع دخالت نکنیم. ولی من آشکارا در همین برنامه گپ آزاد میگم که هیچ وقت به گپ اون برادران نشده. همکار و هم تقدیر دلیر عبدالله غربتی که همراه در یوتیوب گزارش نشر می‌کردند به حمله به کارمند میلیسا متهم شده است. این خبرنگار هم قبلا چند بار مورد تهدید و حمله قرار گرفته است. تهدیدها و تحقیرهای هم شده بود. یکی از بازارهایی که نقطه اول گزارش‌های دلیر امام علی و عبدالله غربتی بیشتر درباره مشکلات اجتماعی مردم بود. آنها هر هفته بدون آگاهی به قبول وزیران و رئیسان می رفتند. گزارش‌های ویدیویی آنها تا میلیون بیننده داشت. جنابی بیک صبور شما خوب هستین؟ سلامت باشین. این گزارش از قبول بیک صبور رئیس خدمات علاقه بحث‌های زیاد را برانگیخت. اینجا در قبولگاه حکومت ناحیه شاه منصور حتی خبرنگاران را به داخل راه ندادند. منو شما را قبول نمی‌کند. دو روزنامه‌نگار تاجیک به موضوعهای سیاسی زیاد دست نمی‌زدند. برخی همکسبانشان میگویند آنها خط سرخ را تا حد امکان رعایت می‌کردند، اما در برابر ناعدالتی و فشار و تهدید ساکت نمی‌نشستند. آگاه بودند که به سرشان چنین حادثه می‌بیاید، اما آنها تا آخر به کسبشان و حرفهشان صادق ماندند. برای آشکارگویی میان مردم عادی محبوبیت زیاد کسب کردند، اما کارشان گاه تنقید میشد. یک ایراد هم این رعایت نشدن توازن نظرها و زیاد باور کردن به حرف شکایت کننده ها بود. آگاهان میگویند اگر مقامات اراده می داشتند باید از راه قانونی می رفتند، نه بازداشت و زندان. اگر گپ درباره دلیل باشد، یعنی فقط استفاده فقط، درست یا نادرست بوده آن را در دایره قانون با استفاده از حقوق بردیه و واکنش اصلاح کردن امکان پذیر بود. ولی امروز آنها مورد فشار قرار دارند و این موقع شخصی من هم است که من گمان میکنم که مقامات برای تحت کنترل قرار داشتن فضای اطلاعات و زیر نظارت بودن فعالیت ژورنالیست‌های مستقل و رسانه‌های مستقل به این اقدام دست دادند که عاقبت خوب ندارد. عبدالله غربتی 26 ساله قبلا در ازیا پلوس فعالیت داشت و یک ماه اخیر همراه با دلیر امام علی کار میکرد. نام این خبرنگار 26 ساله پیشتر چند بار رسانه‌ای شده بود. امام علی سیدزاد یکی از دوستان نزدیک عبدالله غربتی است. در حالی که مقامات غربتی را به لطوکوب یک کارمند پلیس متهم میکنند، سیدزاد میگوید رفیق او در ژورنالیستیک جبر دیده بود. به سر کسی هم موش نبرداشت، چون همگی میدونند که عبدالله 2 بار جبر دیده بود در حادثه‌های این چیزا و همیشه توصیهش همین بود. ژورنالیستیک مثلا یگان کسبی نیست که ما از اون پولدار شویم و مثلا اگر تو در ژورنالیستیک برای پول آمده ای، برای مثلا چیز چاره آمده ای، همین بس کن رو ژورنالیستیک. دلیر امام علی 34 ساله ختم کرده رشته اکتیاری است. همراه با رفیقانش تئاتر نگاه نو تشکیل کردند و چند فیلم مستند هم برداشته است. او 8 سال پیش از صحنه هنر و تئاتر به ژورنالیستیک آمد. یک مدت در رادیوهای امروز و وطن کار کرد. روزنامه‌نگاری برای دلیر امام علی هم شهرت آورد، هم دردسر. قربانی صابر هنرمند شناخته تاجیک استاد دلیر امام علی است. شاگردش را به آفتاب مانند می‌کند که برخی روشنی او را تحمل کردن نتوانستند.
امکان میشه در یک جا نخست چنان اوج میگیره و کار دلیر هم در این قسمت کار ژورنالیستیش بسیار روشن شد، مثل آفتاب که همه را نور بخشید، گرمی بخشید و کسایی را البته کمک سوزاند و این سوزاندگی ها خیلی مثلا از آن که دلیر خیلی یک آدم که بیچاره هک است، یعنی غروراشون از حد زیاد مثلا میخوادن که کی است که فلان فلان، اما من خیال میکنم که اونها هم یک کمک آرامشن. چرا این آفتابی بسیار نرم است، این نمو میبخشه. زنده باد صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی یک هفته باز در بازداشت و والدان و پیوندانشان پشت در دادگاه دادستانی سرگردانند. مقامات به پیوندان اجازه واخوری نمیدهند. به پرونده دلیر امامعلی باشد مهر مخفی زدند و برای جامعه ناروشن است که در داخل چی میگذرد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی آزادی دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را طلب دارند. مقامات در برابر این دعوتها خاموشی را اختیار کردند. صاحب نظران بازداشت این خبرنگاران را نمونه روشنی خطرناکتر شدن روزنامه‌نگاری در تاجیکستان می‌دانند.